مدل فیلتر روغن امروز میخواستم توضیح بدم خدمتتون. فیلتر روغن ها به دو دسته کاغذی و فیلتر روغن فلزی تقسیم میشن. فیلتر روغن کاغذی حالا همینطور که مشاهده میکنید به شکل کاغذ، داخلش مشخصه و یه محفظه‌ای داره میره داخل اون و بسته میشه رو ماشین. فیلتر روغن های فلزی کاغذش داخل این فلزه و این رزوه‌ای که وسطش هست میره روی ماشین، بسته پیچ میشه و بسته میشه روی ماشین. کاغذ فیلتر روغن خیلی مهمه، چون این کاغذ فیلتر روغن اگه مرغوب نباشه، روغن تو حرارتی که به وجود میاره روغن موتور باعث میشه به مرور زمان این کاغذ جمع بشه. این کاغذ که جمع و مچاله بشه، روغن خوب به اویل پمپ و موتور ماشین نمیرسه، ممکنه آسیب‌های خیلی زیادی به ماشینتون برسونه. وقتی فیلتر روغن میگیرید باید جنس اصلی بگیرید که اورینگش هم جنسش خوب باشه، یه وقت خودرو شما روغن ریزی ایجاد نشه ازش، یا کاغذش طبق اون روزی که خدمتتون دادم کاغذش مچاله نشه آسیب بهتون برسونه. پس فیلتر روغن رو همیشه سعی کنید فیلتر روغن اصلی و از فروشگاه معتبر تهیه بکنید تا هیچ وقت ماشینتون آسیب جدی نبینه.